سلام بچه ها، چطورید؟ حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با ویدیوی آموزشی کالاف که اولین ویدیوی آموزشیمون است و ویدیوی آموزشیمون هم اینه که برگشت خودکار ایم یا دوربین در کالاف دیوتی موبایل. خب قبل از اینکه آموزش رو بدم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، اگر نظری داشتید بگید، پیج ما رو هم دنبال کنید. خب برای این کار وارد بخش ستینگ میشیم. میزنیم روی بیار مود بیسیک، بازم میزنیم روی بیار مود. اینجا میایم پایین، خب قسمت ADS، اینجا قسمت ADS میبینید دیگه 4 تا گزینه داره، این گزینه، این گزینه، این گزینه و این گزینه. خب برای اینکه ایمتون خودکار برگرده ما رو گزینه دوم میزنیم Tap and Hold to ADS. خب میریم تستم میکنیم. خب ما میسیم تا بازی بیاد. ما برای تست آموزش سلقکی استفاده کردیم. خب ببینید خودش برمیگرده اینطوری. بله ببینید که خودش برگرد. اینم از آموزش ما. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. اگر نظری داشتید بگید، چه خواستید میذارم. خدا نگهدار شما.